به خاطر یک چیز رو فهموندن در مردم ما بیشتر دلیل لازم است. یعنی که هر کاری که میکنیم باید دلیل. هزار سخن جای یک نتیجه رو نمیگیرد. فراموش مثال یادی همین یک 4-5 نفر براید اینجا کی میبراید بیاید یک توی ورق گیرید سر و سیما نشاید این مترو نیست سر و سیما نشاید شود هم اکو یک سو جمع نشوید. نگاه کنید فقط به عقل خود کار کنید. نگاه نکنید او چی کار میکنه. سمالیوچه نمیسازیم. فقط هرچی من میگم کاغذ رو همون کنید. کاغذ رو قطع کنید. از من قطع کنید. باز طرفی دستی راست قطع کنید. گوشه چپش رو برید. باز قطع کنید. از بین گوشه راستش رو ببرید. یک برده گوشه که راستش رو طرفی راست ببرید. همه برید. یک بر کشید بینیم چی صورت شد. نشان دید. همه دون طرف نشان دید. آیا گفتی من همه یک جا اجرا کرد؟ گوناگون است. من برای کسی علاهیده گپ نزدم. من فقط یک گپ زدم اینها اجرا کردم. من گفتنی بودم وقتی ما سخن میکنیم شما گوناگون میفهمید. هیچ وقت شما هر کس با فهمیش خودش میفهمد. اکنون فهمیدید من چی گفتنی بودم. تشکر که بر آمدید. میویم فدراسیون روسیه خودمون رو به هر راه سبک میکنیم. خیلی ساده کرده فهمانم دختر بازی میکنیم چی کار نمیکنیم. همون فراموش نکنید که همسران شما هم نفس دارد و شما حق دارید. آنها حق دارند. زود خبر گیرید. یکی بدن میشد که دعوتشون کنید. بعد میبینید کارتون کلن دیگر میشود. روز آب میبیاد میبیند که گل پوچ شده است. بعد میگوید که ای گل با تو چی شد؟ میرود نزد طبیب رو میآورد. طبیب گل رو میبیند میگوید دیر شد من هیچ کار کرده نمیتوانم. میگوید من هر کار هست. چند پول لازم است؟ چی کار کنم؟ کدام بیمارخانه برم؟ طبیب گفت نه. پس گفت سببش را گوی. گفت به آب مانده است. آیا گل پوچ شده خوش شده را دیگر میتوان زنده کرد؟ با این خاطر احتیاطشان کنید. وقتی که شما با دیگر کس دل میبندید مهر اگر که ما بگیریم مهر از همین جا تا همین جا باشد این مهر است 100. وقتی که ما محبت میبندیم با یک دختر دیگر انا اینجا آمدیم یا با یگان چیز دنیایی برای هر روز عادت میکنیم مهر عائله هستیم. مهر زن فرزند آیسته آیسته جای این رو میگیرد. چند قدر که محبت میبندیم با چیز و چاره و دختر و زن آیسته آیسته میبیاد ضبط میکند. بعد دیگر این قدر که ماند زن و فرزند و پدر و عائله پس چرا باید شما یاد کنید؟ موضوع نازک است اما مهر تقسیم نکنید. وقتی شما پول دارید وقتی شما زیبا هستید هر چی که از پهلوی شما هست خدا نکند یک کار بشود پاچکتان زند و چی شود به یک دست و به یک پای یا چیزی دیگر. آیا شما باور دارید که هر کسی که از با شما میماند باز بر میگردید نزد همون زن همون فرزند همون پدر و مادر؟ هر چی نباشید هر نقص نداشته باشید اینها آماده هستند که انا همین مهر را 100% برای شما بدهند و دائما در انتظار شما هستند.
مهر تقسیم نکنید. کی را نمیکنند؟ این عروس ها، این ماشین، انسان با هر چیز دل میبندد و این خاطر تیز تیز روید تاجیکستان.